سلام چطورین؟ اسمم مینوه و به یه لتس پلی دیگه از چنل یوتیوب من خوش اومدین. خب بچه‌ها رسیدیم به گیم پلی رزیدنت اویل 2 ریمیک پارت 6. قبل از اینکه بریم سراغ بازی خواستم بگم که من یه تصمیم گرفتم از این به بعد میخوام 2 تا 3 تا از کامنت های برتر هر ویدیو رو توی ویدیوی بعدی بخونم، به خاطر اینکه یه سریاتون خیلی کامنت های بامزه راجع به بازی‌ها میذارین، راجع به گیم پلی بازی، حالا اتفاقاتی که توش میفته و اینا، و واقعا خیلی بامزن کامنت ها و دوست دارم که این کامنت ها رو بقیه بچه‌ها هم ببینن. واسه همین از این به بعد هر ویدیویی که بذارم ویدیوی بعدیش کامنت های ویدیو قبلی رو چقدر سخت شد. از این به بعد تو هر ویدیو 1 2 تا حالا نهایت 3 تا از کامنت های خیلی بامزه ویدیو قبلی رو میذارم با هم دیگه بخونیم و همونجور که من میخونم بامزه است، لذت میبرم، میخندم، شما هم کامنت ها رو ببینید و ببینید بچه‌هامون چقدر خلاقن تو کامنت گذاشتن. پس حتما برام کامنت بذارید، از این به بعد کامنت های بامزه بذارید و دیگه با هم دیگه کامنت ها رو بخونیم، لذت ببریم دیگه. خلاصه بریم سراغ ویدیو و اینکه منم خیلی خوشحال میشم کامنتاتون رو میخونم، یعنی این چیزی که به من خیلی انرژی میده واقعا کامنتاتونه. یعنی من شده ویدیوهایی که ویواش خیلی پایین بوده، خود ویدیو ویواش خیلی پایین بوده ولی کامنتاش زیاد بوده و اصلا برام مهم نبود، یعنی کامنت ها رو خیلی بیشتر دوست داشتم، بخاطر اینکه نظر میدید راجع به ویدیو، نظر میدید مثلا راجع به موضوع ویدیو نظر میدین، راجع به کیفیتش و اینا، خب خیلی برام با ارزشه. پس لطفاً برام بیشتر کامنت بذارید، من واقعا همه کامنتاتون رو میخونم. حالا الان که تعداد اونقدر زیاد نیست ولی حتی اگه تعدادم زیاد بشه من تا جایی که بتونم کامنت ها رو میخونم و ممنونم که کامنت میذارید، با هم مشارکت میکنید. خلاصه که خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ بازی. دلم نمیخواد برم سراغ بازی. خب بچه‌ها اومدیم با پارت جدید رزیدنت اویل. دوست ندارم من این بازی رو، دوست ندارم. میدونین بچه‌ها گفته بودم بهتون که من یه رابطه عشق و نفرت با این رزیدنت اویل دارم، درسته؟ بهتون گفته بودم؟ آره گفته. ای بابا چرا جون نداریم، تو چه شرایط بدی هستیم. بذار ببینم. خب باید بریم دنبال پلاگ بگردیم بچه‌ها، خب که این دره رو باز کنیم. اوکی باید بریم طبقه 3. مگه اینجا طبقه 3 داره؟ آقا جون ندارم، خب اعصابم ندارم. دارم بهتون میگم هر کی، ببین تیر که ندارم، خب جونم که ندارم، اعصابم که ندارم. حالا دیگه خود دانی میخوایم بیاین جلو، من میزنم. نه احمق، کلر احمق. میتونم این نویدو بهتون بدم که قراره خیلی بمیریم، به خاطر اینکه من هیچ لوتی ندارم. نمیدونم کجا باید برم، هیچ لوتی ندارم. اوه مای گاد بچه های عزیز توی خونه ما اینجا رو نرفتیم هنوز. بزن اینو بازش کن. شت خب بچه ها بریم که از این موجودات عجق وجق دوباره الان قراره بیفته دنبالمون. من میدونم. آخ شد نیفتاد. صدای ناخوشایندی داره. دوباره از اینجا در اومدیم که این بالا کنترل کنترل روم یه چیزی جا گذاشته بودیم. بس برم ببینم. اینا که قرار حذف شه.
اوه 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 سلام. یا ابوالفضل برو پایین. 3 تاشون هستن، همون 3 تایی که نکشتیم. اشتباه اومدیم، کاملا اشتباه اومدیم. باید بریم تو دلش. همینو مستقیم مینو میری. خب همینو مستقیم میری میدوی. وای وای اومد بدو. نمیشه. بیا عقب. بزن پدر سگ. بزن توشه. ای وای توفنگ. بزن تو چشش. بزن آفرین. بزن یکی دیگه. خاک عالم تو اون سرت کنن. تیرم نداریم. خب دارم میمیرم که. چه غلطی بکن. برو بالا. بذار بیاد اینجا. اینجا ببینم. آخ بذار من یه جون بخورم. این چرا نمیمیره؟ عجب گیری افتادیم. وای سگ تو روح پدرت مرد. خبر مرگت بیاد. بمیری ایشالله. تا یه بی پدر دیگه نپریده بالا بریم ببینیم. تیرای عزیزم رو استفاده کردم. هیچی بچه ها واقعا وضع خرابه ها. خیلی هم جذاب، خیلی زیبا و دوست داشتنی. بعد اگه الان باس فایتی چیزی داشته باشیم تو رو خدا زامبی نباشه. آخ چون تیر همین. Oh my god. بچه ها با نهایت آخشون جا با نهایت استرس دارم بازی میکنم ها. الان باید پشت سریمون بلند میشه. اوه شت. وای شت. چه خبره اینجا؟ او مای گاد. باز کن برو تو. وای نه ولم کن بذار برم تو. هولی شت. استرس گرفت. دست و پام داره میلرزه. وای چرا انقدر زیاد بودن؟ من تیر ندارم. چه خاکی به سرم بریزم؟ یه نارنجک هم ندارم بندازم وسطشون بتره کنمشون. زیا علی در باز نکن. بچه اگه در رو باز کنن به چخ میریم ما. نه پلاگه اینجاست و من احمقانه ترین کار ممکن رو کردم که اومدم اینجا. وای نه بلم کن پدر سگ. بودو این پلاگو بردار. جان جدت اینو بردار. یس. آها برید بالا ببینم.
من یه جون بخورم. شت. اوه تو چی میگی؟ بابا ثابت نمون یه جا. آها چقدر این تیره خوبه. وای من هیچی هم نمیبینم، یعنی کورم. به طرز عجیبی احتیاج به تیر دارم. خب بچه اومدیم اینجا دوباره. داشتم یه سری تیر دست میدادم و جاز فستیوال SZF برای چیه؟ یه دونه گام پاودر دیگه هیچی نیست دیگه. تمام بود که میتونیم اینو هول بدیم. بریم ببینیم که این آسانسوره قرار ما رو کجا ببره. وای از اون طبقه بالایی در نیام که. اینجا کجاست؟ آخشون این تیره رو میزنی هدشات میشم. وا اینجا کجاست؟ فکر کنم بدونم اینجا کجاست. چی؟ خب بازش کنیم. چی شد؟ صدا خفه کنه. الان این با چی کامباین میشه؟ اینجا باید یه چیز دیگه ای هم باشه. چرا من هیچی نمیبینم؟ کجاست؟ بجه استارزو بردار. اینم برداشتیم دیگه، لازمش نداریم. خب الان رول فیلمه با همونه. بچه ها ما الان میتونیم بریم توی پلیس استیشن. آره ولی کار احمقانه ایه بریم پلیس استیشن. نظرتونه؟ هیچی اینجا نیستش که بر نداشته باشیم. چی یه در قفل اینجا داریم. تو لایبرری و ویتینگ روم یه 2-3 تا چیزه. به نظرم هیچ لوتی اونقدر ارزش نداره که ما دوباره برگردیم به کابوس پلیس استیشن. پس برمیگردیم سر جامون، همین جایی که بودیم. هدف این بود که این یارو رو برداریم که برداشتیم. دارم درست میرم؟ ایوا چرا من احمق برگشتم اینجا؟ الان یعنی ما میتونیم اینو باز کنیم.
God, no. نه Marvin. وای 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 ایوا چه کار احمقانه ای بود من کردم. سیو نداره اینجا؟ بذار من اینجا یه سیو کنم برم. یس خداحافظ ماروین. چرا اومدم اینجا؟ بچه من انقدر خاطری بعد از پلیس استیشن دارم با اینکه میدونم چیز مرده، تایرنت مرده، ولی واقعا دلم نمیخواد برگردم پلیس استیشن. واقعا دلم نمیخواد برگردم، حتی اگه هرچی لوت اونجا مونده باشه. مثلا بگو 100 تا تیر مونده باشه. حالا ما از کجا اومدیم؟ آها این در رو با هم میرفتیم. واقعا من سکوت مطلق من رو فرا گرفته است. اینجا کجاست؟ ای بابا سکوت مطلق من رو فرا گرفته است. وای خدا بکشتت، خدا لعنتت کنه بابا، خدا لعنتت کنه. ای خدا چند تا از ایناست. تیرای من و اینا به چخ عظما دادم. بیا اینجا، بیا اینجا، نرو زیر. ای نرو پدستک نرو. رای دیگه ای نیست. از اون ور بریم. الان در میاد، الان در میاد از یه جا، الان در میاد از یه جا. چقدر عجیب که در نیومد از هیچ جا. اون ته بسته است. وای من خیلی آدم مریضی هستم، من خیلی احمقم میدونم. دیدی گفتم من احمقم، دیدی گفتم من خیلی آدم احمقی هستم. بهتون گفتم من خیلی آدم احمقی هستم یا نه؟ نگفتم. الان میگم، الان میگم. 3 مرد. آخ خدا داشت اینجا که هیچی نیست من بردارم. چرا پا قرمزی؟ بچه‌ها به خدا اگه از اینجا یه چیز بزنه بیرون من خودم میکشم. تیر 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 بده، تیر بده، تیر بده. آره بده 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 مادر، بده مادر به فدایت. خب فهمیدیم که 3 تا از اینا 4 تا در است بهشون بزنیم میمیرم. چرا من کج نشستم؟ استرس گرفتم. چرا هول میشم؟ میدونی چیه؟ هول میشم. این شورا رو که میبینم هول میشم. بعد خیلی بده که اصلا تیر نمیده به همونا. خیلی این زامبیاش که نمیمیرن. اینجا که بسته است. ای بترکی هی. زامبی اونجا شروع میکنه. یعنی کلن تیر رو هدر دادم اومدم اینجا که فقط 2 تا لوت بکنم. زیبا و دلنشین بود. دوباره باید بریم از اون ور بریم. خوبی این تیره اینه که یه دونه میزنی هدشات میشن زامبیا. فکر کنم دیگه از دست این خراب شده راحت شدیم بچه‌ها. خب بچه‌ها حالا که تا اینجا آمدیم این فیلم رو ببینیم چیه. لطفاً استاپ. وایسا دست نگه دار. نه نکن. چیکار داره میکنه؟ به اون آسیب نزن. این موشا دیدی داشتن ویروس رو میخوردن. خیلی خوشحالم که تماشاش کردم. ما هم خوشحالیم که تو اونو تماشا کردی. اینم بذارم بچه ها.
در باز نشد. This is not my forte. خب بچه حالا باید رمز اینو حل کنیم. خب یه بار دیگه بریم بخونیم ببینیم چی نوشته. Yes. All right, Sherry. On my way. خب آماده این که بریم شری رو نجات بدیم. شری من آماده نیستم. وضعیت تیرمون که اصلا خوب نیست. خب یعنی اصلا خوب نیست، اصلا هیچی. ولی با همین وضعیت بد بریم ببینیم که چه خبره دیگه. این چیه؟ جون؟ تو من جا ندارم، حالا من جون نده. حس بدی نسبت به اینجا دارم. یه جون دیگه. اینو کامباین مرسی. وای او مین پاور روم گاربیج. خب شری اینجاست. یه درم اینجا داریم که کار نمیکنه. Power must be out. از اینکه نمیدونم چه اتفاقی پیش رومه دارم سکته میکنم. خب به نظرتون بریم شری رو اول نجات بدیم و حالا بیایم ببینیم که احساس میکنم که بذار اینا ببینیم چه شکلیه الان. برقا اومد. برقا اومد جدی. وای چه خبره؟ یا ابوالفضل باس فایت داریم؟ طور جون مادرت نه. یا خدا من چه خاکی باید به سرم بریزم حالا اینجا. با چه غلطی کردم. وای وای پس بگو چرا اینقدر داشت به ما جون میداد. وایسا ببینم من تفنگ چی بردارم. پس بگو چرا اینقدر داشت به ما جون میداد. خب من الان چجوری از این خراب شده برم بیرون. وای آقا میشه بریم از اول شروع کنیم؟ من چیکار باید بکنم این پدستگاه؟ همینجوری باید بزنم من بکشه؟ یا ابوالفضل وای وای داره چه گویی میخوری؟ وای تو اینجا چه غلطی میکنی؟ ریلود وای وای مردم تپ 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 تپ. اوه شت دنبالمه. میگه ما میدونستم که تو نمردی. آفرین الان دونستی که نمرده. الان ما باید کدوم قبرستون بریم؟ شری رو هم نجات ندادیم. وای بچه ها جدی باس فایت داریم. دست و پام داره میلرزه. نمیدونم چه تفنگی رو بردارم.
وای بابا خاک تمام عالم تو اون سرت. همونجا بمون. این چیکار میکنه؟ ای وای چاقو رو چه خاکی باش به سرم باید بریزم. چی شد؟ این چرا؟ بردار. ای وای بیا اینجا بیا. خودم رو کشتم خاک تو سرم. پس باید اینو بکشونیمش اونجا و بعد بزنیم روش. خیلی کار سخته. فکر کنم یه 17-18 باری قراره بمیریم. اینجا اصلا جای خوبی نبود. Have I got a surprise for you? بودو. وای بودو. تو رو خدا بخور بهش. بخور لعنتی. یس وای بمیر. تو رو خدا بزن. یکی چششو بزنه. من باید بزنم؟ کی باید بزنه؟ یس دستام یخ زد. Oh my god. I'm so sorry, Sherry. تازه کلی هم لوت داشتیم که بر نداشتیم. Taking forever. میگه شری متاسفم این برای همیشه طول میکشه. Taking forever. استرس گرفتم خدایا. چرا باز بود بچه‌ها؟ ولی زیاد نمردم. میدونی قلقش دستم اومد و اینکه من خیلی هول میشم. خب نه هول شم. خب این تیر اینو که نداریم. اینو ریلود کن. اونو یادم رفت بردارم بچه. اینش. خب الان دیگه فکر کنم میتونیم بریم و شری رو نجات بدیم. درسته؟ بله. کار احمقانه کردم دیگه. ولی من حاضرم شرط ببندم باهاتون و چون یارو نمرده زنده است. به این راحتی نمیشه که. خب الان دیگه یه دقیقه اول برم بالا سیف کنم. من نمیخوام باس فایت رو انجام بدم دوباره کامل از اول.
خدایا، ولی خدا رو شکر که با این لوت کم تونستیم. ببین نباید زیاد تیر هدر میدادی، در اصل باید فقط یه دوتا دونه چیز میزدی بهش که بیفته با اون جعبه بهش بزنی. شری مامی اینجاست. شری صدا میشنوی؟ مامانه از اون موقع تا الان انقدر طول کشیده. اوه نو. شری کلر شری حالت خوبه؟ اوه چشش چرا این شکلی شده؟ یا ابوالفضل چی کار میکنی؟ من اینجام که کمک کنم. ایمپلنتد مثل که توش ویروس گذاشتن. تو مادرشی، بیا اینجا، تو نمیفهمی. ویلیام اون بیرونه، باید اونو چیزش کنم. این کانورسیشن تمامه. وایسا من میتونم درمانش کنم توی آزمایشگاه، خیلی دور نیست. مامی؟ فکر کنم آخری بازی هستیم، زمان زیادی نداریم. یا عالمه جون. شری مامان دوستت داره عزیزم. زر میزنه دوستت نداره. این دوستت داشت اینجوری نمیکرد. خدافظ. بیا مامی دوستت داره. خدافظ. دوربینم خاموش کرد. شوخیت گرفته. شری نگران نباش، من هرچی که لازم داشته باشی رو برات فراهم میکنم. چرا داری این کارو میکنی؟ به خاطر اینکه من اهمیت میدم. مرسی کلر. واقعا چه مادر گاوی داره. head to the lab. حالا لب کجاست؟ با بچه بغلمون نمیتونیم زامبی مامی بکشی با. گفت آزمایشگاهش خیلی دور نیست. صبر کن، اون کیبل کاره. ماشین کیبلی کابلی کیبلی. خب بذار ببینم از اینجا بریم یعنی اینجاست. صبر کن شری، تو اوکی خواهی شد. You're gonna be fine. کیبل کار این بره. از قاطی زامبی مامبیا باید تقریبا اونجاییم شری، تقریبا اونجاییم. خدا رو شکر. کیبل کار. خب اکسس دینای. ایول. اوه یس. خب الان ما کجا بریم؟ اینا میذاریم اینجا. اوکی. Here you go. فقط تحمل کن شری، خوب میشی. اوکی. بهتره که همه چیزو چک کنیم. هیچ راه برگشتی نیست. اوکی. جونم نخوریم. چیزه اینو من احساس کنم باید بذارم. خب چیکار بکنیم؟ This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. میگه تا مقصد نهایی پیاده نشید. اوه چقدر ترسناکه. کاپشنشو تنه این بچه که. آخه هی تو خوبی؟ کاپشنت خیلی گرمه. ژاکتت خیلی گرمه. برادرم بهم داده. تو قراره خیلی خوش شانس باشی. نمیدونم که بدون تو باید چی کار میکردم. شوخی میکنی؟ تو بدون منم خیلی خوب داشتی پیش میرفتی. من اومدم کلی مشکلات اومد وسط. یه چیزی دارم که برای توه. نمیخوامش. واقعا؟
چرا؟ خیلی خوشگله. It's from my mom. برای مامانمه. For my birthday last year. برای تولد پارسالم. All I really wanted was for her to be home more. تنها چیزی که میخواستم این بود که اون بیشتر خونه باشه. I know it seems like your mom. میدونم که به نظر میاد مامانت که به نظر میاد مامانش واقعا اهمیت نمیده. Sherry, come here. شری بی اینجا بی اینجا. Hang Hey. in there, okay? تحمل کن. Arriving at Nest. رسیدن به نست. لونه. نست میشه It's okay. لونه. اوکی. گرفتمت. بیا. یکم تیر برام میذاشتید توی کیبل کار. کیبل کار پلتفرم. هیچی نداریم؟ هیچ آبیه. شری داره میمیره. I'm getting you treatment. Just برات hold on, Sherry. درمان میارم. It's okay. فقط تحمل کن. این اوکیه. It's okay. هیچ چیزی نیست. خب For your safety, stand clear until the doors are fully open. میگه که برای امنیتتون دور وایسی تا For your safety, در کامل stand باز شه. clear until the اوه doors are fully open. چند تا دره. بذار For گفت your وایسی safety, دیگه. باشه stand باشه. clear until the doors are fully open. Welcome to Nest. Enjoy your visit. خوش اومدید به لونه. از با دیدارتون لذت ببرید. باشه فعلا این بچه رو من کجا بذارم؟ با این بچه نمیشه سیف کرد. یک بیاد بچه رو از ما بگیره. ننش کجاست؟ میشون بذارمش اینجا. Okay. اوکی. Here you go. خب here you go. All right. اوکی. Now what? حالا چی؟ There's got to be something here. یه چیزی باید این تو باشه. Antiviral agent. That's it. That's got to be it. یه چیزی پیدا کرد. Hey. شری Hey, Sherry. من باید برم. I gotta go. تو اینجا بمون You stay right باشه؟ here, though, okay? ماشم باز کن. I'll be back soon. I promise. سری برمیگردم. قول میدم. خب الان درای شماره 1 رو میتونیم باز کنیم. اوکی. این چیه؟ اوکی. خب بچه الان مپ آزمایشگاه رو بهمون داد. به نظرتون پارت رو اینجا ببندیم؟ خب بچه ها رسیدیم به آزمایشگاه. خب به نظرم بهتره که این پارت رو من همینجا ببندم، به خاطر اینکه گفته بودین که پارت ها رو کوتاه کوتاه بذار، ویدیوها رو خیلی طولانی نشه دیگه. منم این پارت رو همینجا میبندم دیگه. فکر کنم آخرای بازی باشیم، یعنی 1-2 تا پارت دیگه بگیریم بازی تموم بشه. خلاصه که مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. برام کامنت بذارین تا ویدیوی بعدی و پارت بعدی. خدافظ.